نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، رسیدیم به جلسه دیگر از نقد مطالب پیج تقدیر یک. از قسمت هفتم پست های پیج تقدیر یک شروع میکنیم. ظاهرا از همه مهمتر همین پست هست. قبل از اینکه به مطالب اصلی این پست برسیم، اول از همه به نسبت ادب و نزاکت مدیران پیج تقدیر یک، آقای مولا عمر توماچ و جناب اسلام مخمی که از شاگردان خاص مدرسه حنفی گنبد هستند و همین دیشب هم دوستان بنده در مدرسه حنفی گنبد شاهد بودند که قسمت لایو یا پخش زنده پخش تفسیر استاد محترم جلال قاری را همین بزرگوار به عهده داشتند. حافظ صاحب لطف کنین قسمت اول از این مورد را بگذارین. سلام. پیج اینستاگرام تقدیر یک یه سورپرایز ویژه داره واسه اون دسته از آدمایی که در لباس به ظاهر مذهب حنفی دارن عقاید گمراه وهابیت رو ترویج میکنن. این افراد سبک‌مغز همیشه در بین عوام مردم و در فضاهای مجازی بارها و بارها ادعا کردند که هر کسی از فقه معتبر حنفی فقط حتی یک دلیل بیارد توسل و صدا کردن اموات صالح جایز باشد، ما توبه میکنیم، از عقاید گمراه خودمون رجوع میکنیم. خب بسیار تشکر میکنم از مدیران سنگین مغز پیج تقدیر که با گذاشتن چنین مطالبی در پست های متعدد دیگر انسان ها را کمک میکنند و ما را هم یاری میکنند تا واقعیت های اهل سنت و جماعت در اعتقاد و عمل برای مردم حق طلب آشکار بشه و هم میزان ادب و اخلاق این بزرگواران با شعار دیانت و با شعار شناخت وهابیت به دیگران و هم میزان علم و آگاهی این عزیزان برای دیگران آشکار بشه. اما قبل از همه به نسبت این تکه فیلمی که برای شما گذاشتیم خواستم در چه مورد در این مورد صحبت بکنم تا حقیقتها آشکار بشه. قبل از همه به نسبت سلام دادن این بزرگواران که چنین سلام دادنی که در گفتار و خطاب به دیگران ما در گفتن سلام فقط لفظ سلام را استعمال کردن، این بر نحوه اهل سنت و جماعت نیست، بلکه در کمترین الفاظ باید ما لفظ سلام علیکم یا السلام علیکم را بگوییم. اشخاصی که سنگ دیانت را بر سینه میزنن و شعار دیانت را بر سینه میزنن و هنوز در نحوه سلام دادن برخلاف اهل سنت عمل میکنن، واقعا بر حال چنین عزیزانی باید گریست. در مرحله دوم نحوه گفتار این عزیزان هست که این چنین بی‌ادبانه و به حالت بسیار بی احترامی با دیگران برخورد کردن، حالی که الله متعال دو پیامبر را به سوی فرعون، انسانی که ادعای خدایی کرده، به سوی او وقتی فرستادن با آنها خطاب کردند که وقول له قولا لینا، با اینکه این فرعون دشمن من الله هست تبارک و تعالی، شما با این با نرمی با محبت حرف بزنین، لعله یتذکر و یخشی، امید هست که او آگاه بشه، متوجه واقعیت شده و توبه بکنه. والله متعال به نسبت ما مسلمان ها هم همین دستور را دادن و قولوا للناس حسنا. شما وقتی در تبلیغ دین در امور دینی هستیم و میخوایم با مردم صحبت بکنین، شما با مردم با خوبی صحبت بکنین. و قل لعبادی یقولتی احسن، بلکه الله متعال فرمودن که شما در تبلیغ دین بهترین الفاظ و بهترین کلمات را به کار ببرین. چرا؟ که این الشیطان ینزغ بینهم اما بین، شیاطین انسی و جنی متاسفانه مداخله کرده، باعث افتراق بیشتر در مابین مسلمان ها خواهند شد. حالا از اینا که بگذاریم، شما عزیزان محترم، شما که واقعا مدعی هستین، ادعای شما اینه که ما پناه بر خدا در لباس حنفی عقاید گمراه وهابیت را ما اگر طبق ادعای شما ما اگر واقعا تبلیغ میکنیم، چرا شما از مناظره حضوری با ما میترسین؟ واقعا میترسین؟ چرا میترسین؟ ما الان چندین ساله که در منطقه ترکمن صحرا و در بلکه در کل جهان اسلام هم موقعی شده که من یعنی اعلام مناظره کردم، شما چرا از نشست علمی با ما واهمه دارین و میترسین؟ شما که این همه در پشت تریبون چون شیری میغرید و همینطور اهانت ها را سرازیر دیگران میکنید، چرا از نشست علمی با ما میترسین؟ واقعا چرا؟ مشکل کجا هست؟ دوستان عزیز گرامی، مشکل اینجاست
که اینها میدانن بر ناحق هستن و میدانن که اگر برای مناظره تشریف بیارن شست دستشون باز میشه، حقیقت ها برای مردم آشکار خواهد شد. از این جهت در پشت پرده فقط آب را گل آلود. بله مدیران محترم سنگین مغزه پیج تقدیری، بنده بارها ادعا کردم در فضای مجازی که اگر شما از فقه معتبر مذهب اهل سنت و جماعت خصوصا مذهب احناف یک دلیل برای ندای اموات بیاورید، بنده توبه خواهم کرد. اما دلیل کجاست؟ آیا دلایلی که در جلوتر آیا شما ارائه میکنین واقعا دلیل هستن یا دلیل نیستن؟ با آیا شما قطع برید کردید یا نکردید؟ انشالله در جلسات دیگر به نسبت این موضوع بنده صحبت خواهم کرد. البته همه دوستان شما میدانین که ما منکر توسل نیستیم، اما دوستان مطمئن باشین که ندای اموات هرگز به نام توسل در ما بین اهل سنت و جماعت شناخته نمیشه. ندای اموات کردن و نام این را توسل گذاشتن این اشتباه واضح است. شما لمحه تفکر بکنین دوستان، اگر واقعا اون دلایلی که این عزیزان ما در پست های متعدد خصوصا این پست شماره 7 بیان داشتن اگر واقعا دلیلی واقعی بود، چرا اینها از نشستن در جلوی دوربین و مناظره علمی با داوری که وقت را تعیین میکنه همیشه تفره رفتن و بلکه فرار میکنن؟ چرا؟ چون که میدانند که این دلایلی که بیان کردن هرگز دلیل نیست و بلکه دلایل یا اینکه کلا غیر قابل قبول هستن و یا اینکه بالا پایین مطالب را قیچی کرده در فیلم های خودشون متاسفانه به مردم نشان دادن. یک راهکاری هم من دارم برای اینکه واقعیت کم از کم برای شما نوعی مسلمان واضح و آشکار بشه. اونم اینه که شما در کل منطقه ترکمنستان همه ملت ترکمنستان از طرف ما وکیل هستین. شما برین با اینا صحبت بکنین، حرف بزنین و اینا را شما سعی کنین برای مناظره بیارین. ما که الان چندین ساله که این سعی را کردیم و نهایتاً در این مورد ناامید شدیم. شما از طرف ما وکیل هستین، برین با اینا صحبت بکنین، اینا را بیارین برای مناظره. شما خدمت بزرگی به اهل سنت و جماعت کردین. نبی خدا علیه السلام در میدان جنگ قبل از شروع میدان جنگ و صحابه کرام رضی الله عنهم موجود دادن که من قتل قتیلا فلو صلبه، هر کسی را کشت در میدان جنگ از کفار، پس هر چی ساز و سامان داره این برای اونه، این جایزه. اون ثواب معنوی که داره، ثواب اخروی که داره در میدان جنگ اون مسئلهش جدا، این هم پاداش دنیوی شما. نبی خدا اسلام پاداش دنیوی هم به مجاهدان راه خدا دادن. شما هم که عزیزان من در راه دین خدا هستین، برای دین خدا میخواین زندگی بکنین، مطابق دین خدا میخواین زندگی بکنین، این هم حالا پاداشتون نزد خدا محفوظه، ثوابتون نزد الله محفوظه. از شما من خواهش میکنم که شما برین با این عزیزان صحبت بکنین، این حضرات برای مناظره حضوری بیارین. اگر کسی تونست یکی از اینها را برای مناظره حضوری در جلوی دوربین آماده بکنه، از طرف ما هم ثواب اون ثواب اخروی که الله متعال شما خواهد داد. ما نیز 3 تا گوسفند برای شما جایزه گذاشتیم، کسی بتونه بیاره این هم اجر دنیوی ایشون انشالله قرار خواهد گرفت. الله اینطور به همه توفیق بده. انشالله در پست های بعدی خواهیم رسید به اون مطالبی که به ظاهر از کتاب های معتبر اهل سنت و جماعت برای اثبات عقیده خلاف سنت خودشون در باب توسل آوردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.